به نظرتون این چه جور جوشیه؟ یه جوش عالی که زغالش برگشته، اما مشکل داره. هر جایی نباید هر جوشی رو زد. وقتی 2 تا صفحه ضخامت بالا رو میخوای به هم جوش بدی، باید اون جوش نفوذی باشه. یعنی مثل ویدیو باید 2 تا قطعه ما برش بخوره 45 درجه و حتی زمانی که 2 تا قطعه رو کنار هم قرار میدیم به فاصله 1 سیم جوش باید از هم فاصله داشته باشن که جوش تمام فضا رو پر کنه. پاس اول رو هم طبق ویدیوهایی که توی آموزش‌های قبلی گفتم باید خال خال بزنید تا زمانی که هنوز رد جوش مذابه و سرد نشده باید جوش بعدی رو بزنید و تا انتها برید. پاسای بعدی پاسای پر کننده است و در نهایت هم پاسی رو میزنیم که زیبایی رو داشته باشه و پر کننده نهایی باشه. بعدش هم که میتونید ساب رو بزنید و یک قطعه بسیار زیبا، یک تیکه و مستحکم داشته باشید. برای آموزش‌های بیشتر حتما پیج پارسی اسپام رو فالو کنید که آموزش تخصصی سقف شیبدار و جوشکاری رو داریم. برای دوستاتم بفرست. امیدوارم که موفق باشید.